درود خدمت شما دوستان عزیز. امروز اومدیم با یک ویدیو دیگه مهمون نگاه زیباتون باشیم. بریم که با هم شروع کنیم. آیا میدونستید جهش یک توپ شیشه‌ای از یک توپ پلاستیکی بیشتره؟ حدود 2/3 از جمعیت جهان هرگز برف رو نمیبینند. در سال 1932 ارتش استرالیا جنگی رو با شترمرغ‌ها ترتیب داد که سرآخر پرندگان برنده شدند. کشیدن سیگار تا دهه 50 میلادی برای سلامتی بی خطر در نظر گرفته میشد. پادشاه دل تنها پادشاه بدون سیبیل در دست کارت‌های پاسور می باشد. والهایی که نمی توانند صداهایی مثل بقیه والها ایجاد کنند گم شده و تنها می مانند. آیا می دونستید چشم‌های شترمرغ از مغزش هم بزرگتره؟ اگر ماشین ها می تونستن پرواز کنن در 1 ساعت به فضا می رسیدن. کنسرو بازکن ها 48 سال بعد کنسرو ها اختراع شدن. احتمال مردن بر اثر افتادن نارگیل بر روی سر از احتمال مردن توسط حمله کوسه ها بیشتر است. موقعی که اخم میکنید نسبت به زمانی که میخندید کالری بیشتری میسوزونید. دانشمندان عقیده دارن هرچه آیکیوی شخص بیشتر باشه احتمال خواب دیدن اون در شب نیز بیشتره. دزدان دریایی از چشم‌بندهایی بر روی چشم خود استفاده می‌کردند که دید آنها در شب بیشتر می‌شد. رشد گل‌ها با پخش موسیقی در کنارشون افزایش پیدا می‌کنه. یک جوجه اردک هر کسی رو در 10 دقیقه اول به دنیا اومدنش ببینه اون رو به عنوان مادر در نظر می‌گیره. اگر ماهی‌های قرمز رو در یک اتاق تاریک قرار بدید رنگ اونها سفید میشه. چه جالب، نمیدونستم. قلاده‌های میخدار توسط مصریان باستان برای در امان ماندن گردن سگ‌ها از حمله گرگ‌ها اختراع شده. فندک قبل از کبریت اختراع شده. خب از شما ممنونم که تا اینجای ویدیو همراه من بودید. ممنون میشم نظرات خودتون رو با من زیر همین پست به اشتراک بذارید و خیلی خوشحال میشم که پیج ما رو سابسکرایب کنید و به دوستاتون معرفی کنید. تا ویدیوی بعدی بدرود.